آقا شما فوتبالی هم هستید؟ بسیار بسیار، چون من 7 تا برادر خانم 6 تا برادر خانم دارم که استقلالی هن، از اینان که تلویزیون خورد کردن. نمیدونم آره هرچی دم دستشون بوده زدن، فکر کردن توپ بره تو گل. استقلالی خیلی شهید، اینا که پارچه میارن در خونهشون میزنن عجب. وقتی میبازن با پرسپولیسیا. دختر من به همین دلیل استقلالی. منم چون به ناصرخان حجازی ارادت بسیار ویژه‌ای داشتم، روحشون شاد باشه، نه اینکه ارادت نسبت به سلطان پروین یا آقای دایی نداشته باشم. اونا رو هم بسیار بسیار عزیزن، همشون دوست دارم. اخیراً هم جوانان که همت کردن این چند تا تیمو بردن، میخواستم تو پیجم تبریک بگم ولی هی گفتم امروز میگم فردا میگم، هی گذشت. تیم ملی رو تبریک میگم، به اون پهلوان آمولی که 130 کیلو فرنگی طلا گرفت تبریک میگم. اینا همشون باعث شادی جوونا و آدمای مملکتن و به خاطر المیرا شدیم استقلالی. بعد یه داماد پرسپولیسی گیرمون اومده، حالا آقای میرزایی. دادم پسرش هم رو هوا مونده، من میگم آبی براش بخر، بابایی میره قرمز براش بخره. عجب. حالا پسره رو موندیم قسمتش. چند سالشه نوه شما؟ نوه من 2 سال و نیمه. 2 سال. حالا فعلا پس مونده انتخاب آره. بکنه.